ما مراقب گوسفندات هستیم. تو برو به شیر بده. بده شو. باشه. اونا چرا راه بستن؟ راه باز کنی! هی گوسفند! راه باز کن! با ما نیست، با گوسفندا. بیادب! مگه نمیشنوین دارم بوق میزنم؟ چرا ما میشنویم اما گوسفندا نه، چون کامن سنس ندارن. یعنی چی؟ انگلیسی گفتم متوجه نشه. عمو جان بریم این احمقا رو ردشون کنیم. همین الان اونا رو گوشمالی میدم. شما دارین گوسفندی چرونین یا دارین تازه عروس میبرین خونه داماد؟ تازه عروس چطور میبرن خونه داماد ما نمیدونیم، چون مجردیم. این کار مال جووناست. نگاه کنین یاد بگیریم. عمو جان دارین چیکار میکنین؟ زود باشین دیگه. ای خانم، اینا گوسفندن، قهرمان المپیک نیستن که مثل آهو بدوان. دادا شما این همه گوسفند کجا میبرید؟ میبریمشون دانشکده ثبت نام کنیم. فکر میکنی من احمقم؟ این جاده میره باراتپور؟ اینجوری دردت میگیره، دستتو بیار پایین. ای گوش کن. که؟ باراتپور چیکار داری؟ میرم 2 تا گاومیش بخرم بفرستمشون خونه بخت احمق. ای گوش کن، از اون طرف نرید، اونجا یه پل شکسته. پل شکسته؟ آره پل شکسته. یه کاری بکن، 10 کیلومتر برو عقب، بعد بپیچ سمت راست، بعد سمت چپ، بعد مستقیم. اونجا باراتپوره. عجب گرفتاری چی شد. شد عمو جان؟ 10 کیلومتر برگرد عقب. جلوتر یه پل شکسته. وای خدا. اونا رو کجا فرستادی؟ دختره بهم گفت گوسفند، مردم گفت احمق. حالا 20 کیلومتر دور خودشون میچرخن، حالشون جا بیاد. داریم. سلام آقای کاران. سلام. این برادر منه، باران. سلام. خوش اومدید. مادر و پدرتون نیومدن؟ نه تو شهر یک کاری داشتن، امروز گرفتار بودن، فردا میان. آها. و اینم خواهرم رادا. سلام. سلام. آقای کاران و ایشون هم عموی ما که همراهیمون کردن. نظامی بازنشسته عمو رانجی. حالتون چطوره؟ سلام قربان. سلام. بفرمایید. خوش اومدید. بفرمایید. اینجا رو که راحت پیدا کردیم. چی بگم راحت که نه، 2 تا چوپان راه ما رو 20 کیلومتر دورتر کردن. به خاطر اونا کمی علاف شدیم. این 2 تا چوپان کی بودن داداش؟ هیرا بیا اینجا. سعی کن صورتتو بگوشون. تو روستا چوپانم داریم؟ نداریم. چی؟ گفتم نداریم. پس کیا بودن؟ من پیداشون میکنم، شما بفرمایید. باشه؟ میرا بله. مواظب اینا باشی. چشم. هی ساکو چمدونمو از ماشین بیاریم. میدونی هیرا، فکر میکنن که تو خدمتکاری. خیلی خوب بریم. آفرین. خیلی قشنگ. اینم چاقوی اجدادشونه. اما تا شما خیلی بامزه اید. شمشیره. خودم میدونم شمشیره، اما یه دفعه از دهنم در خدمتکارای اینجا روزنامه میخونن. صبر کنید. از وقتی اومدین قیافه شما رو ندیدی. مشکل چی؟ امروز الهه قدرت برای ما روزه گرفته. چی؟ منظورم اینه که امروز ما برای الهه قدرت روزه گرفتیم، نمیتونیم به صورت یه خانم نگاه کنیم. رادا این صدا برای تو آشنا نیست؟ حتما این صدا رو از BBC شنیدین، از اخبار سراسری. نه این صدای اون چوپانه. هی برگردید. چشم. صورتتون رو اینوری کنید. چشم. کاملا برگردید. برگشت. بیاریم پایین. شمایی؟ همین الان قضیه رو با آقای تاکر میگم. نه به آقای تاکر چیزی نگیم. دیگه هیچ وقت سر به سرتون نمیذاریم. ازتون عذر میخواییم. فقط با عذرخواهی نمیشه. گوشاتونو بگیرین، بشینین و پاشین.
زود داشتی که بگیر تو هم من خوبه. حالا بریم. اون دوتا 20 کیلومتر ما رو چرخوندن. حالا حسابشون رو میرسم. هی بیاین اینجا. تو این روستا لندری هست. منظورم خوشوییه. آره؟ نه شما همون لاندری بگین. من انگلیسی خوب بلدم میفهمم. این بی سواده و درس نخونده است. من زندگی نامه شما رو نخواستم. فقط بهم بگین اینجا خوشویی هست یا نه. اینجا خوشویی هست، قصابی هست، آرایشگاه هست، شیرینی فروشی هست، کبابی هست. باشه با من بیاین. این لباسا رو بده اتو کنی. چی؟ من؟ بله تو. یادت رفته اربابت چی گفت؟ هر چی ما بگیم باید انجام بدیم. این که درسته ولی این لباسا اتو شده است نه؟ حالا دیگه اتو کرده نیست. بله حالا دیگه نیست. معطل چی هستی؟ ببرشون. چشم. جغد کور با تو هستم. با تو. آره اسم من درمندراست. هیرا منو مندرا صدا میکنه. من مندرا پندرا حالیم نمیشه. تو برای من همون جغد کوری. یه کاری بکن. این لباسو ببر بده اتو کنن. فهمیدی؟ به چی نگاه میکنی؟ زود باش. بگم آب بزنه؟ آره اونم آب نوشیدنی. میگم آب معدنی مصرف کنه که خیالتون راحت باشه. چیکار میکنی؟ قبل از اتو باید لباسا رو خیس کنیم. اینا دیگه کیان؟ کاری میکنم سگای ولگرد روستا بیافتن دنبالش. هی مندرا با این کارات لباس کثیف میشه. دوباره میگن بشوریم، دوباره میگن اتو کنیم. رفتارشون خیلی اهانت آمیزه. ارباب با ما این کارو نمیکنه. فکر میکنن کی هستن؟ حسابشون رو میرسم. حرف منو گوش کن. بگو. ببین اینا مهمونای خاص هستن. خب یواشتر. چند روز به خاطر من ساکت بمون باشه؟ چی میگی؟ به خاطر تو ساکت بمونم؟ تعجب میکنم چطور کوتاه میای. چپ کمی به راست. کافیه؟ به راست. عمو جان داری از من عکس میگیری یا با من تمرین میکنی؟ چی کار کنم؟ تو دوربین پیدات نمیکنم. آقای نظامی اول درشو بردارید تا پیداش کنیم. این دوربینه نه قابلمه که درشو بردارم. بله دوربینه، قابلمه نیست. میدونم. فکر میکنی من خرم؟ راستش ساله ندیدم یه خر عکس بگیره. چی گفتی؟ من ورزش دهم میکنم. هی جغد کور لباسام که برای اتو داده بودم چی شد؟ آقای نظامی مشکلی پیش اومده. چه مشکلی؟ اون یارو اتوکشه خوابالود بود. اتوش هم با زغال کار میکرد. یه دفعه همش ریخت رو لباستون رو آتیش گرفت. با 1000 زحمت تونستم این یقش رو نجات بدم. حالا بدین خیاط بقیه‌شو واسهتون بدوزه. خداحافظ. هی با ماشین من چیکار داری؟ مثل لباسم به حال کارشو بسازی آره؟ نه جانم دارم میشورمش. شستشو میدم. تو دیگه کی هستی؟ اون یکی کجا؟ رفته لانچ بخوره. یعنی این همه میخورین کی کار میکنی؟ مثل تو مفخوری که نمیکنیم. گفتی؟ میدم هیچی. ورزش دهم. این ورزشو بذار کنار خوب بشورش. یعنی چی؟ عضو میخوام. یعنی چی؟ یعنی چی؟ عضو میخوام. باشه قبوله. ماشین منو با جارو تمیز میکنی؟ دارم با جارو تمیز میکنم. شمشیر که نیست. الان حساب تو میرسم. بده اون دسته. چه اینطور؟ جوانی کجایی که یادت ارباب کمک کنید. کمک. 3 تا زن دارم 12 تا بچه. کمک کنید. بیا بگیر. گدا ندیدی؟ یه چیزی بدین ارباب. انگار وضعتون از من بدتره. گدا به گدا رحمت خدا. هی اینجا این لباس رو از کجا آوردی؟ اینو صاحب این ویلا بهم داده.
خدا کنه صاحب کارخونه پارچه بافی بشه. یقشو چیکار کردی؟ یقشو قبلا ورداشتن. میگفتن از شب یه سگ هار اومده اینجا. سگ هار؟ آره. میگفت یقشو برای اون میخواد. نگاه کنین اربابم اومدن. نگاه کنین. پس ارباب اینه. ارباب چرا شما میترسی؟ بعدش بهتر از شما نیست. ببین چقدر دستون داده. ارباب آوی وای ارباب با این کار داری؟ با شما کار داره. کجا رفتی؟ کجا رفتی؟ کجایی؟